شرکت آیرس که مسئولیت نگهبانی و پولچینی در شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه میان ولایت سوق و مرکز تاجیکستان را در دست دارد، روز هفتم مارس خبر داد که شبانه در راه دوشنبه چنوق 5 ترمه خرد و بزرگ فرآمده و به این دلیل حرکت تمام نمود نقلیات موقتا بازداشت شد. بعد از فاصله نچندان طولانی شرکت خبر داد که در پی رفع عاقبت‌های ترمه و تازه کردن راه‌ها از برف، راه اتومبیلگرد دوشنبه چنوق گشوده شد. حالا حرکت نقلیات سبکرو در این مسیر تامین بوده، کمی پس گزارش اتومبیل‌های بارکش نیز اجازه داده می شود. گفته می شود در اطلاع آیرس. همچنین کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز شنبه 5 مارس سال 2022 در کیلومتر 66 راه دوشنبه ورزوب یک ترمه و در کیلومتر 42 و 52 راه خوروغ اشکاشم دو حالت فرآمدن ترمه روی داده است. کمیته گفت در نتیجه ترمه‌ریزی ها خوشبختانه کسی آسیب ندیده است و این دو راه در پی تازه کردن برف دیگر باره برای رفع آب نقلیات گشوده شدند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داده بود که 3 مارس سال 2022 ساعت 15:11 به وقت محلی در کیلومتر 97 راه ماشینگردی که از حدود دهه وطنگان جماعت دیهات بسیج نوعی روشون ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌گذرد سنگریزی به قید گرفته شد. این ریزش سنگ تلفات جانی و خسارات دیگر نداشت و بعد مدت با تلاش کارمندان وزارت نقلیات کشور راه تازه و حرکت نقلیات برقرار کرده شد. به اطلاع اگنتی آب و هواشناسی کشور در جمهوری هوای نااستوار و باران‌های شدید در نظر داشته شده است. باران می‌تواند در بعضی مناطق سبب آمدن سیل شود، در کوه‌ها باشد موجب لغزش ترمه نیز شده می‌تواند. بنا به معلومات‌های هواشناسان از 5 تا 8 مارس سال 2022 در قلمرو کشور بارانگری‌های شدید و در مناطق بلندکو باریدن برف تر پیش بینی می شود. به سبب بارشات خطر بالا رفتن سطح آب در دریاها و فرآمدن ترمه به خصوص در راه‌های دوشنبه عینی، دوشنبه لخش، دوشنبه سنگوار، دوشنبه خوروغ اشکاشم وجود دارد. در این رابطه کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از اهالی خواسته است که در این روزها در راه‌های کوهستان از حد اکثر احتیاط کار بگیرند، وسایل نقلیات خود را از پیش آماده کنند و حدالامکان از سفر به مناطق خطرناک، انجام کارهای صحرایی، جمع‌آوری هیزم، علف‌های طبیعی، ماهیگیری و شکار در کوه‌ها خودداری کنند.